همونجوری که تو می‌خواستی بگی؟ نه تو بگو. تو پس کشیدی. همونجوری که توی ویدیوهای قبلی هم ما این بحث رو خیلی تکرار کردیم که تجربیات هر کسی مختص به خودشه، فرق میکنه. هر کسی تجربه خوب داره، این نیست که حتما یه نفر دیگه میره همون تجربیات خوب رو خواهد داشت یا تجربه های بد و بالعکس همینجوری. توی این مسیر شما میتونید از تجربیات دیگران به عنوان یه ابزار، به عنوان یه کمک وسیله ازش استفاده بکنید که توی مسیرتون موفق باشین. و حالا ما هم سعی میکنیم اطلاعاتی رو که خودمون داریم در این مورد یه چند تاش رو به شما بگیم، اونایی که مهم هستش، یعنی کلیت ماجراست و اینا مهمه واقعا، که یه حالت کمکی داشته باشه برای شما که بتونید راحت‌تر تصمیم بگیرید. شما نمیتونید روی حرف یه نفر که بگه آره خوبه عالیه پاشو بیا دیگه پاشی بری، یا بگه نه اینجا اصلا آجی من حالم بده نه، یا آجی رو خون نمیشه سر یه موضوع اینجوری دیگه قضیه رو کنسل کرد. ما آدم‌ها با هم دیگه متفاوتیم دیگه، احساساتمون، در واقع ذهنیتمون، همه چیمون با هم دیگه فرق میکنه. پس در نتیجه از یه تصویر هممون میتونیم بازخوردهای مختلف داشته باشیم در واقع از هر اتفاقی که داره اطرافمون میفته. اینجوریه بهتره که بگم. مثلا دوستمون که گفته که به نظرتون من خونه و ماشین و زندگیمو بفروشم بیام اینجا، خب این سوالی که شما پرسیدین خیلی سوال کلی هستش. من نمیدونم شرایط شما توی ایران چیه، تجربتون تو چه کاری زیاده، اصلا کارتون چیه، میخواین بیاین اینجا چی کار میخواین بکنین، اصلا برنامه‌ای برای اومدن دارید یا نه. مثلا سوالتون همین جوریه که من تو خونم نشستم، حالا من خونمو بفروشم بیام اونجا یا نه. یعنی مهاجرت اونقدرام که درسته که زیاد کار سختی هم نیست، میشه انجام داد، ولی همچین کار آسونی هم نیست. یعنی به این راحتی نمیشه شما همجوری نشسته باشی تصمیم بگیری بگی من میخوام برم. یکی از موارد مهمش پلای پشت سرت رو شما خراب نکنی که داری میای اینجا. اگه یه موقع بد بود، اگه یه موقع نخواستی اینجا بمونی، بتونی برگردی. این نباشه که بگی حالا بیام اینجا، خب اینجا بد بود نتونم برگردم، هم اینجا رو از دست بدی هم نتونی برگردی اونجا. خب معلومه شما یه تجربه بدی دارین از اینجا و هر کسی هم باهاتون حرف بزنه 100% اون حس بده رو میخواین بهش انتقال بدین، چون فکر میکنین همه همین تجربه رو دارن. خجالت هم نکشید از اگر دلتون میخواد برگردین بچه‌ها، یعنی همون که رسول میگه پلای پشت سرتون رو خراب نکنین و از برگشتن هم خجالت نکشین، چون واقعا این زندگی برای همه نیستش، لازم نیستش که یه نسخه رو برای همه بپیچید. میتونین برگردین، ولی تا جایی که میتونین اون سکان ذهنتون رو دست خودتون بگیرین، براش بجنگین و بذارین که به هدف بشینه در واقع کاری که انجام دادین. ولی اگر دیدین نمیتونین، عاقبتتون نشه به افسردگی و مریضی و الان خیلی از بچه‌ها هستن اینجا تو بیمارستان‌های روانی بستری هستن سالیانه، اون نشه، یعنی اون ارزش اونم نداره. یه چیز دیگه هم که خیلی مهمه رسول، به نظر من اینه که قبل از اینکه مثلا تصمیم بگیری که مثلا سفر بخوای مهاجرت کنی، مخصوصا ما ایرانی‌ها، چون خدا رو شکر نداره این به حالت مسخره داشتم بودم، پاسپورتمون چون اونقدر ارزش نداره و نمیتونیم زیاد خارج از کشور سفر بکنیم، زیاد دیدگاهی نداریم در مورد اینکه خارج از کشور مثلا چه خیلی آدما، فرهنگای دیگه، اینو زیاد نمیدونیم و زیادم احترام نمیذاریم. من کلی نمیگم بچه‌ها، مثلا دارم توضیح میدم که آره اینجوری هستش. خوبه که ما سفر بکنیم تا جایی که میتونیم. سفر هم نه از این سفرهای کلیشه‌ای رسول که مثلا آره جایی که و نری مثلا فقط بری شاپینگ سنتراشو خرید بکنی و برگردی. بری یه جایی که بری تو دل شهر، بری با مردمش حرف بزنی. جایی که هر کسی نمیره. مثلا جایی رفتیم که هر کسی نمیرفت. تجربه با آدمای جدید برخورد داشته باشی، آدمای متفاوت رو ببینی، فرهنگای متفاوت رو ببینی اصلا خودتو محک بزنی، ببینی میتونی تو با شرایط خودتو وفق بدی یا نه. سخته برات، مثلا اونجوری که اصلا فکرشو میکردی نیست، اصلا راحت نیستی، اصلا آدم اون کار نیستی. خیلی کشور، شما توی اینترنت یه سرچ کوچیک بکن ببین با پاسپورتت کدوم کشور رو میتونی بری، اون کشور رو ارزونش رو، حالا نمیخواد بری یه کشوری که حالا خیلی دور باشه خیلی گرون باشه،
یه 2 تا کشور ارزون برو، اون بهتره که شما اون کارو بکنید تا اینکه برید زندگیتون رو بفروشید، برید مهاجرت بکنید و بعدش پشیمون بشی بگی چرا من کردم همچین کاریو، یه همچین کار بزرگیو من کردم، چرا مثلا قبلش نرفتم یه تحقیق بکنم، چرا قبلش نرفتم امتحان بکنم ببینم من توی یه کشور دیگه میتونم آیا زندگی بکنم، میتونم یه ماه دووم بیارم، بعد این کارو میکردم. شما یه ماه اگه هزینه بکنی ضرر بکنی بهتر از اینه که بری بعدش یه عمر پشیمون باشی و یه عمر حسرت بخوری و پولت هم از دست داده باشی. مثلا اگر بچه دارین حتما اون که دیگه اصلا یه لول با دیگه احتیاط قدم برد. من فکر کنم مثلا مایندست ما هم خیلی مهمه. مثلا تو وقتی داری مهاجرت میکنی از اون اول به خودت فکر کنی که وای دارم میرم تو غربت و بدبختی و الان چی میخواد بشه و تنها میشم و میدونی من اینو اینجا یاد گرفتم، تنهایی و غربت و دلتنگی و هر چی بهش بچه‌ها پر و بال بدین تو وجودتون گنده تر میشه. کافیه من یه وقتی به خودم گفتم اون اوایل که دلم خیلی تنگ شد برای مامانم اینا، گفتم مهری تو اومدی اینجا تا مثلا 2 سال دیگه هم نمیتونی مامانتو ببینی، تموم شد و رفت. پروندهش رو دیگه جمع بکن توی ذهنت و همون شد. بچه‌ها باورتون میشه من دیگه احساس دلتنگی نمی‌کردم، نه نمیگم نمی‌کردم، ولی دیگه به جای که هر روز بهش فکر بکنم مثلا ماهی یه بار بهش فکر می‌کردم. اون مایندست شما هم خیلی مهمه که شما به خودتون بگین که آقا من جوری که من رسول فکر می‌کنی، من رسول میگیم ما سیتیزن دنیاییم، این در واقع کره زمینیم، به جای تعلق نداریم. حالا من رسول اینجوری فکر می‌کنیم، من نمیدونم هر کسی هر جور که دلش می‌خواد فکر کنه، ولی اینو فکر نکنین که آی به دید خوب برین جلو. بهتره که شما بگید اصلا من میرم که یه آدم موفق بشم. شما وقتی کشف جدید بکنین. شمایی که توانایی اینو داشتین که یه همچین تصمیم بزرگی رو بگیرین، این تصمیم بزرگ رو عملی بکنین، 100% توانایی اینم دارین که برید موفق بشید، برید توی زندگیتون یه آدم خوشحال و سالم و سرحالی باشید که بتونید خیلی موفق زندگیتون رو ببرید جلو و از تصمیمی هم که گرفتید پشیمون نباشید. این انتخاب خودتونه، خیلی مهمه. حالا هزاران اتفاق میفته، ما که برای اون اتفاقا زندگی نمی کنیم، یعنی خودمون رو ول نمیدیم که بگیم اتفاق که دیگه افتاد. یه سری اتفاقات میفته که دست ما نیست، از کنترل ما خارجه. پس بهتره که شما مایندست خودتون رو به بهترین شکل ممکن بذارید و اون موقع مطمئنا درصد موفقیتتون خیلی خیلی بالاتر میره نسبت به اینکه شما گنگ و منفی و اینجوری. و اینکه یه روش خیلی خوبی هست، ما اینو قبلا هم گفته بود، از من که نگفتم، معروفه، اگر حتی این ذهنیت رو نداری میتونی برای خودت بسازیش. یه ضرب المثل انگلیسی هست که میگه که fake it make it، یعنی حتی اگر به فیک به الکی هم خودت اینو بسازی درون تو به وجود میاد. ما ذهنمون رو میتونیم گول بزنیم. بچه‌ها از قدرت خودتون رو دست کم نگیرین. خیلی ما قوی هستیم، خیلی قوی تر از اون چیزی که فکر میکنیم در واقع هست. دیگه چی؟ دیگه اینکه میتونیم در مورد حسمون با بقیه صحبت بکنیم، ولی چی؟ وقتی دارین صحبت میکنیم باز تو بعد قربانی نرین. آره، اگه یه جایی احساس خستگی کردین، اگه یه جایی احساس تنهایی کردین، احساس دلتنگی کردین، خیلی راحت میتونین با دوستتون، با فامیلتون، با کسی در موردش حرف بزنید، ولی اصلا نگید وای من بدبخت شدم، اصلا از دلتنگی دارم میمیرم، از حالم بده. اینا رو نگید. از کلمه‌های منفی اصلا لازم نیست استفاده بکنید. همه ما حق داریم دلتنگ باشیم، همه ما حق داریم ناراحت باشیم، یه وقتایی افسرده باشیم، حتی همه ما برای هممون پیش اومده. یه وقتی خودم من اصلا نمیدونستم اصلا افسرده، میگفتم کسایی که افسردن یعنی چی، من نمیفهمم، یعنی مگه همچین چیزی وجود داره؟ ولی یه مرحله از زندگی خودم هم دچار افسردگی شدم و اون موقع فهمیدم. حس عوض میشه دیگه. تو الان خوشحالی، ناراحت میشی، الان حس من اینه، ولی اون حس رو تو بعد قربانی نرین. اینو خیلی، یا اینکه مثلا سری زنگ نزنین مثلا ایران، حالا از هر جایی، اینا اینجا مثلا میدونید اون تجربه کوچیکی که خودت داری رو مثلا اجماعش بدی به همه، اینا اینجورین یا اینا اینجورین. حتی وقتی دارین نظر میدید مواظب باشین که دارین از مثل من و رسول دیدین همیشه میگیم این نظر شخصی ما دوتاست. واقعا شاید نظر بقیه آدم اصلا کاملا متفاوت با ما باشه، نظر ما اینه، دید ما اینه. شاید اصلا
درست نباشه، شاید اصلا 100% درست نباشه، شاید 100% هم غلط نباشه. اصلا در کل درست و غلطی وجود نداره، حالا اون بحثش جداست. و اینکه سر همین حرف زدن و سر اینکه شما به کسی بگید یه چیز کوچیک رو القا بدین به کل آدما و بگین اینا همشون اینجوریان، اینا همه حاجی، اینا حاجی من میدونم کی رو داره میگه و این این که شما موقعی که میاید مهاجرت میکنید اینو حتما در نظر داشته باشید که تا 2-3 سال اول، حداقل من میگم 2-3 سال، تا 2-3 سال اول شما توی حباب زندگی میکنید، اصلا نمیدونید دنیا چه خبره. فکر نکنید بعد 1 سال 2 سال میگذره شما اینجا دیگه از همه چی خبر دارین، میدونین چجوریه دیگه، شما یه مهاجری هستید که همه چیز رو تجربه کرده. اصلا اینجوری نیست. 2-3 سال طول میکشه تا شما چشتون باز بشه، گوشتون باز بشه، اصلا متوجه بشین که دور و برتون چه خبره. بعدش میتونین حالا یه نظری در مورد اونجایی که هستید به دیگران بدید، یا مثلا بازم نظر شخصیتونو. خیلی هستن بعد از 1 سال 2 سال مثلا زنگ میزنن. من خودمم یه جایی این اشتباه رو یادمه کردم ولی ادامهش ندادم، یعنی جلوشو گرفتم، چون خودم حس میکردم، میدیدم الان دارم از یه چیزی حرف میزنم، از یه تجربه‌ای، 2 ماه دیگه اون تجربه برام مثلا یه معنی دیگه داره، اصلا عوض شده. دیگه یاد گرفتم اصلا زنگ نزنم، به کسی نگم الان اینجا اینجوریه، الان اونجا اینجوریه. اصلا لازم نیست این کارو بکنید. 100% مطمئن بشید جا گرفتید، وقت گذشته، 3 سال تجربه کسب. سالهای اول فقط تجربه کسب کنین، آدما رو ببینین، از فرهنگ‌ها، زبان یاد بگیرین، فقط تجربه کنین. زیاد لازم نیست مثلا نظر بدین. واقعا کارشناس مهاجرت شدن لازم نیست بشید، چون اون نظر کارشناسی که شما میدید احتمال اینو بدید که زندگی یه نفر رو زیر و رو کنه، خراب بشه. اصلا طرف چه بسا خیلی ها اینجا رسول، یارو میگه طرف به من گفته پاشو بیا. ببینید بچه‌ها خیلی فرق میکنه. مثلا شما یه خانوادی رو در نظر بگیرید، مثلا یه دختر یا یه پسری توی یه خانواده میلیاردر فلان داره زندگی میکنه، با ویزا میاد، بهترین دانشگاه اینجا میره، بهترین خونه رو گرفته، بهترین ماشین زیر پاشه. یکی رو میبینید تمام زندگیشو بعد بفروشه توی این راه، 6 ماه از زمینی بیاد خودشو برسونه اینجا. یه وقت هم میبینید اونی که به سختی اومده اینجا، ما دیدیم که زندگی خیلی بهتری داشته از اون کسی که با ناز و نوازش اومده اینجا. ولی میخوام بهتون بگم شما نمیتونید ببین از این 2 تا آدم بپرسین بعد انتظار داشته باشین که مثلا جواب این 2 تا یه جور باشه، یا اینکه مثلا اون از بچگی یه تجربیات دیگه‌ای تو زندگیش داشته، یه چیزای دیگه‌ای براش معنی خوب و بد داره، شما یه چیزای دیگه برات معنی خوب و بد داره. این 2 نفر اصلا نمیتونن به هم دیگه ادوایز بدن، بگن تو بیا این کارو بکن اون کارو نکن. پس خیلی موضوع پیچیده‌ایه. ازتون خواهش میکنم اول اینکه کامنتایی که میذارید، سوالایی که میپرسید، من سعی میکنم جواب همه سوالا رو بدم. بعضی سوالا رو که جواب نمیدم میخونم همه رو، ولی واقعا بعضیاش اصلا جوابی نداره. دقیق سوال بکنین بچه‌ها. مثلا من بیام اونجا، خب من بگم بیا نه، یا شما سوالتون رو که میپرسید اگه روی تصمیمی که دارید محکم پاش وایسادین، سوالتون هم سوال ریزتری رو بپرسید. چجوری میگن؟ دقیق تر باشه. دقیق. مثلا از من اگه بپرسین که آقا من میخوام بیام مثلا رشته هنر اونجا بخونم، مثلا خب چجوری بیام بهتره، کدوم دانشگاه بهتره، من میتونم به شما یه راهنمایی بکنم. ولی آیا من بیام اونجا برم دانشگاه، خب من نمیدونم. مثلا دقیق بپرسین. چه بسه که بچه‌ها از من پرسیدن میدونن دیگه، اگه خودشون رو نگاه بکنن، مثلا گفتم ما فلان من براشون درآوردم، کمک کردم، این دانشگاه اینجوریه، اون اینجوریه، اینجا اینجوری کمک میکنن. یه چیز دیگه که هست رسول، تو راهی که میخوان بیان بچه‌ها، بازم یه چیزی که مثلا ما خیلی کسایی دیدیم خیلی هزینه‌های زیاد کردن و پولاشون به باد رفته متاسفانه، چون این پول کمی نیستش. خب هر کسی بنا به اون وضعیت مالی که داره، وضعیت جسمیش، وضعیت روحیش، سنیش، یه راهی رو میگزینه بیاد دیگه. حالا یا تحصیلی یا سرمایه گذاری، یا مثلا دیگه اون کسایی هم که نمیتونن از همون راهی که فکر میدونین همتون. بچه‌ها اگه یه وقتی یه چیزی رو دیدین که خیلی یه چیزی رو تمیز داره در میاره و دیگه خیلی ساده میگه، یه ذره
سوال بکنین ازش، ذره بترسین، راحت پولاتون رو ندین دست این آدما که من برات ویزا میکشم از اونجا یا من برات اینو اینجوری میکنم و اینا. آره خیلی آسون میگیرن، مثلا بیخیالن، آره تو بیا پولو بذار مثلا من برات انجام میدم. خیلی از این آدما دوری بود. ببین بهترین کار اینه که با آدمای متفاوت حرف بزنید. شما من این قولو بهتون میدم با 10 تا آدم حرف بزنید، برای 3-4 تای بعدیش 100% یکی رو پیدا میکنید میاد دیگه که کی باور کنید که اولین کلمه رو سلام علیک کرد شما میدونین این آقا این کار هست یا این کار نیست. رسول یک مسافر از یه مسافر نه واقعا آره دیگه، یه تجربه زرنگ باشین، خوب فکر کنین، تجزیه تحلیل بکنین، سریع اعتماد نکنید، سوال بپرسید. آره سوال بپرسید شما چجوری این کارو میکنید، چی کار میخوایم بکنید، برنامه چیه، من باید چیکار بکنم. شما توی این سوالا هر چی سوال بیشتر بپرسید، اگه طرف این کار نباشه خودش رو سریعتر لو میده. و این خیلی نکته مهمی بود که گفتی، چون ما دیدیم بچه‌ها کسایی آره. که زندگی‌هاشون رو فروختن و متاسفانه رفته و دیگه تو ایران هم دوباره جمع کردن اون زندگی کار راحتی نیست. و اینکه یه چیزی که یادم نره این که اینجا میاینم به این مسئله واقف باشین، اینجا یه مرحله سوگواری داره بچه‌ها. ما در مورد خیلی صحبت کردیم فکر کنم که به هر تو میای یه جای جدید، از خانواده‌ات دوری، اصلا قارت عوض شده، آب و هوا عوض شده، سیستم بدنت تا با این آب و هوا بخواد عادت بکنه، به این تنهایی تا بخوای عادت بکنی، دوستات نیستن، همه اینها یه سوگواری داری. توی این سوگواری ازش خوب بیاین بیرون، قبولش بکنین، تجربهش بکنین، ولی ازش بیاین بیرون. سکان این ذهنتون رو بگیرین دستتون، نذارین دستتون خارج بشه و به قهقرا بره. و بهترین کارش هم همینه که شما براش آماده باشین. یعنی از قبل که الان مهری که گفت شما یه سوگواری دارین، همین یه اطلاعاتیه که شما بهتون اضافه میشه و شما از این مطلع هستید که بیایید اینجا، این دوره زمانی رو دارید و باید بگذرونید. ولی خیلی ها که این اطلاعات ندارن میان اینجا یا اون حالت پیش میاد، ماتم میگیرن، بعدش نمیتونن به حالت غرق میشن چون افکار دیگه میاد شما فکر میکنید فلان جا، فلان کس، فلان خاطره، فلان مکان، همه اینو میاد و شما توی این تو در تو میخواید برید و بهترین کار اینه که شما این افکار که میاد فقط بهش نظاره‌گر باشید. اینا افکاری هستن که هستن، میان و میرن. این نیست که بیاد اونجا بمونه. اگه بیاد اونجا بمونه بعدن مشکل برام پیش میاد، کسی به خاطر همین دیگه نمیره. دیگه یه سوال دیگه هم که بچه‌ها دیگه آخرین موضوع خیلی طولانی شد، سرتون رو درد نیاریم، سن مهاجرته. خب دیگه همتون میدونین دیگه توی در واقع زیر 20 سال بهترین وقته که شما میتونین خودتون رو منطبق بکنین با شرایط، در واقع اون موقع بهترین موقع است. ولی اون موقع از نظر روانی هنوز زیاد خودتو جمع جور نکردی، ممکنه تحت تاثیر قرار بگیر و خب مسئلت کج بشه، بد بشه. آره ولی بازم بستگی داره همه اینایی که میگیم تو از چه خانواده‌ای بیای، بک‌گراند چی بوده، با خانواده بیای، دقیقاً تنها بیای، برید با جمع اکیپای خوب باشی، با جمع اکیپای بد باشی، بری درس بخونی، بری کار بکنی، بری کار نکنی. یعنی من همه اینا رو دارم پرسرم که بگم که همین نکته‌ای که مهری گفت چقدر میتونه شاخه داشته باشه و تمام بحث‌های قبلی ما هم به همون منواله و میتونه شاخه‌های مختلفی داشته باشه. برای سن بالا چی؟ 20 تا 30 سالگی فکر کنم از همه سالا مثلا سنا بهتره، چون اون موقع دیگه از نظر روانی ذره چیزتری دیگه خودتو بستی. ولی کلا دیگه اگه قصدش رو دارین به سن و سال نگاه نکنین دیگه. اگه خودتون رو آماده بکنین، همونجوری گفتم ما آدما خیلی قوی هستیم بچه‌ها، اگه آماده بکنین خودتون رو روش انرژی بذارین. حالا ویدیوها رو رسول اینجا اون بالا یا این بالا میذاره که مثلا زبان بخونین، یه کار بدونین چیکار میخواین بکنین، پا نشین فقط ما داریم میریم. الان اومدن دیگه آدما هیچی به هیچی، بدونین چی کار میخوای بکنی که نه وقتتون نه عمرتون تلف بشه، نه حس حالتون خراب بشه، لذت ببرین دیگه از کاری که دارین میکنین. همین دیگه. امیدواریم که این ویدیو براتون کمک کننده بوده باشه و بتونید اطلاعاتی رو که میخواین ازش بگیرید. اگه سوال دیگه ای دارین لطفاً برامون کامنت بذارید. من خودم کامنت ها رو همونجوری که گفتم میخونم، سعی میکنم همه رم جواب بدم. اگرم خودتون سوالی دیدین و جوابش رو میدونستید
لطف میکنید جواب بدید، بچه‌ها رو راهنمایی بکنید، چون ما اینجاییم که به همدیگه کمک بکنیم. لطفاً دکمه لایک هم بزنید، چون زدن لایک کنین که دکمه بقیه هم ببینن. خیلی بهشون مهمه. کمک بشه اگه لازم دارن. آره و این نکته ای که من جالبه، همیشه یوتیوبرها بچهای دیگر رو میدیدم میگفتن ویوامون داره میپره بعد واقعا من اینو واقعا دیدم به چشم. یوتیوب داره ویو رو کم میکنه، چون بچه‌هایی که از ایران میبینن با وی پی ان میبینن، خود یوتیوب میاد به حالت بات تشخیص میده و ویوها رو متاسفانه کم میکنه و من میبینم یا یه ویدیو ویوهاش میره بالا یا از اون ور دوباره میریزه. شما با لایک کردن و اگه یه دونه کامنت انگلیسی همون فارسی فینگلیش هم بنویسین خیلی بهتره. برای اطلاعات بیشتر اگه میخواین در بیارین اینجا یه ویدیویی میاد، این ویدیو رو بزنید. کلا پلیلیست مهاجرت هم کلی اطلاعات مفید توش هست. امیدوارم که سالم و سرحال و قبراق و سربلند و پیروز دلتون خوش باشه، هر کار میکنین موفق باشین. خدا نگهدار. بای بای.